اصلی ترین تم دهنده نون کشتای گیلان این پودره. تا چند سال برای خود منم سوال بود که خلفه چیه اصلا؟ پودر خلفه که میگن توی نون میریزن چیه؟ اول فکر میکردم شاید همون خرفه منظورشونه، ولی یه پرسجویی کردم و فهمیدم که اینو برداریم ببریم بالا که باش نون درست. برای بخار پس کردن کدوها رو این شکلی توی قابلمه میچینم. اگر دوست داشته باشید میتونید پوستشو بکنید، اگرم نه اصلا مسئله ای نداره. بعد جدا میکنیم بعد پخت. یه نصف استکان آب بهش اضافه میکنم، بعد حرارتشو کم میکنم، درشو میذارم تا بخار پز بشه. چون خود کدو هم آب میندازه، خیلی زیاد نباید بهش آب اضافه کنیم، اما یه نصف استکان کافیه برای این مقدار. اینم از کدوها که کاملا بخار پز شدن. کدوهامون که پخت و بخار پز شد، من گذاشتم اینو کامل خنک شده. دیشب اینو پختم، ولی خب دیگه نونو نمیخواستم همون دیشب آماده کنم، اینو گذاشتم توی یخچال. الان پوره کدو حلوایی رو به این شکل پوستش رو جدا میکنیم. میتونید هم قبلش کلا پوستش کنید بعد بذارید بپزه. من برای این میزان موادی که میخوام امروز تهیه کنم به 1 لیوان سرپر پوره کدو حلوایی نیاز دارم. خب این مقدار برای تهیه خمیر امروز من کافی. 2 پیمانه آرد نونوایی یا آرد قنادی، هر چقدر آرد با کیفیت تر باشه، خب نونی که درست میکنیم رنگش خوش رنگتر و لطیفتر، ولی فرقی نمیکنه. از آرد گندم استفاده کنید، حالا 3-0 یا 4-0، خیلی زیاد با هم دیگه تفاوت نداره. اگه سبوسدار باشه الکش کنید 2 بار، یه مقداری رنگش خب تیره تر. 1 لیوان آرد برنج. ببینید دوستان، من همیشه میگم پیمانه یعنی این که شما از هر ظرفی استفاده میکنید برای اندازه‌گیری آرد، اندازه‌گیری کدو، آب، روغن، فرقی نمیکنه، یک اندازه واحد باشه. یعنی از هر لیوانی که استفاده میکنید همون میشه پیمانه شما. تمام مواد رو باید با همون اندازه بزنید. 1 پینچ نمک به آردم میزنم، ترکیبش میکنم. به اندازه 1 قاشق چایخوری بیکینگ پودر بهش اضافه میکنم. بیکینگ پودر برای درست کردن خمیر نونها حکم بهبود دهنده رو داره. توی قدیم که نون کشتا میخواستم درست کنم فقط با 3 قلم مواد درست میشد، یعنی آرد برنج و کدو و آب و همون پودر شنبلیله که حالا کشفش کرده بودن و بهش میزدم برای عطر و مزش. ولی خب این خمیری که من میخوام درست کنم یه بافت لطیف تری داره. با آرد برنج خالی که درست کنیم یه مقداری نونمون بافت خشک داره. خمیر مایه و شکرمونم مخلوط میکنم و بهش اضافه میکنم. پودر خمیر مایه فوری استفاده کردم، نیازی به عمل آوری نداره. خب حالا کدو رو بهش اضافه میکنیم و باش خمیرمون رو به عمل میاریم. همین اولش بهش آب اضافه نمی کنم چون شاید اصلا نیاز نداشته باشه. همین آبی که تو بافت کدو حلوایی وجود داره ممکنه براش کافی باشه. بذر شنبلیله آسیاب شده رو تو گیلان بهش میگن خلفه، برای همین هم هست که اسم این نون رو گذاشتن نون خلفه یا خلفا، و کشتام که اسم اصلیشه. این پودر شنبلیله طعم اصلی این نونه که خیلی خوشمزه و معرکش میکنه. 1 قاشق غذاخوری هم از این پودر به خمیرمون اضافه میکنیم. به آرومی کم کم این آرد رو با کدو ترکیب میکنیم، ورز میدیم تا اینکه یک خمیر لطیف و یک دستی رو
به دست بیاریم. چون کدوی من دیشب تو یخچال مونده، یه مقداری آب بافتش انگار کمه، برای همین من یه مقدار آب ولرم خیلی کم بهش اضافه میکنم. چون این خمیر ما با ورز دادن کم کم بافتش نرم میشه، نیاز نداره که خیلی شل باشه. یه خمیر تقریبا سفتیه، در این حال لطافت داره. خب حالا یه کمی روغن به دستام میزنم تا بتونم راحت تر ورزش بدم و بافت خمیرم هم یه مقداری لطیف تر باشه. من یه مقدار تو دستور اصلیش و سنتیش دست بردم برای اینکه بتونم یه خمیر لطیفتر و در آخر یه نون خوشمزه تری رو داشته باشم. وگرنه میگم سنتیش همون فقط آرد برنج و کدو بود و همین تخم شنبلیل پودر خلفه. سینی من یه مقدار روی این میسر میخوره. این چقدر زود یه بافت نرم و لطیفی میگیره. اینو خیلی هم ورز دادن نمیخواد. یه مقدار ورزش میدیم که یک دست بشه و بعد اینو استراحت میدیم تا به عمل بیاد. از این قسمت دستتون برای ورز دادن استفاده کنید که به اصطلاح حالا توی آشپزی بهش میگن پاشنه دست، اصطلاح دیگه. من عاشق یعنی این مرحلم، یعنی عاشق خمیربازی و ورز دادنشم. واقعا نون پختن خیلی دوست دارم، بهم یه آرامش خاصی میده. خیلی زود یه خمیر لطیفی رو ما به دست میاریم. خیلی هم میگم ورز دادن نیازی نداره. الان من اینو استراحت میدم، داخل یه ظرفی میذارم. ظرف اول چرب میکنم، روی خمیرم هم چرب میکنم، روشو میپوشونم، میذارم قشنگ تو دمای محیط آشپزخونه که دیگه حالا خیلی هم گرم نباشه، تو دمای طبیعی، دمای اتاق، این به عمل بیاد. بسته به دمای محیط 1.5 تا 2 ساعت طول میکشه تا خمیرمون به عمل میاد. اگه قرار شب آماده کنید و صبح نون بپزید، حتما داخل یخچال قرار بدید استراحت کنه. چونه گرفتن خاصی هم نمیخواد، فقط یه گوله ازش بردارید و آرد پاشی کنید سطح کار رو و روی خمیر رو و با بردنه بازش کنید. پخت این نون خیلی راحته. و یک ضخامت کاملا یک دست، حتی تو کناره ها. آرد اضافهش هم میتکنیم و میذاریم کنار. قبل از اینکه نون رو روی ساج بذارید، حتما از قبل کاملا ساج رو گرم کرده باشید. حرارتی هم که برای پختن نون نیاز داریم باید متوسط رو به بالا باشه، نه خیلی زیاد که نون بسوزه قبل از پخت و نه خیلی کم که خمیری بشه، متوسط رو به بالا. دو طرف نون که حباب زد و پخت، چند دیگه آخرای پخت ما میایم به مدت زیر 1 دقیقه درش رو میذاریم، یه در قابلمه چیزی میذاریم روی ساج و نون که داخلش کاملا مغز پخت بشه. اینم از نون کشتای گیلان که یک نون فوق‌العاده خوش عطر و طعمه. بافت خیلی نرمی داره، اصلا فکر نکنید که خمیر وجود کدو داخل خودش یه بافت خیلی نرمی داره که ما کاملا پختیمش. امیدوارم درست کنید و از خوردنش کنار عزیزانتون لذت ببرید.